میام پایین کار نمیکنم. میام پایین کار نمیکنم. سلام علیکم برادران عزیز مهربان، امیدوارم که خوب هستید، ساق سلامت هستید. این نواری که میبینین برادر عزیز از طور کریش غلطیده بوده است. برادر از میان پایان کار نمیکنه. این بالای همه برادرها در خانه شون چند تا بیمار داشته بودند. چندین بیمار داشته بودند. گوش کنین، همونجا هم برادرای دیگه میگه که مقصد با پراگی گپ زد، هم برادر با پراگی گپ زدن نمیتونه. عین محال این برادر در بالنسا هست. احتیاج به کمک ما و شما داره برادرها. انا باید این برادر را اپراسیون کنن. الله خداوند شفای کاملش بده. از شما خواهش میکنم برادرها، همین برادر را یک دستگیری کنیم. همه کسا کدامت که زورت میرسه برادرها، کدامت که زورت میرسه یک دستگیریش کنین، انشالله که خوب میشه. کدامت که نمیتونین برادر عزیز در حقش دعا کنین، هم بهترین است، خوب است. خواهش میکنم از شما برادرها، کدامت که از تاجیکستان هستین روین هم برادر خبر گیر. من نامر تلفنش هم میمونم. این نامر کارتای همه برادرش، یک برادرش بوده، همین نامر کارتای برادرش. با اون خاطر برادرای عزیز ما تصمیم گرفتیم که هم برادر یک یاردم کنیم از برای الله. برادرها به چند بیمار دیگه داشته بودند در خونهشون. الله مهربان نگهبان تماشا برادرها، سهم اختون اگذارین، همین برادر بینوا نمونین. در امان الله باشین. خداوند همه تا نگهبان باشه. کدامت زورت نمیرسه برادر عزیز در حقش دعاگو باشین. خداوند نگهبان تماشا. ایرا تماشا کنین، باور که کریاتور میگیره، تا آخرش تماشاش کنین. خداوند نگهبان تماشا. السلام علیکم برادران. السلام علیکم برادران. السلام علیکم برادران. من خصوصیت دیگه که در بیمار خونه نه تصویر نکنید. از 3 متر بلندگی دیگه شرایط نیست. اشاره نورا کن. اشاره نورا کن. یا چی دستگیری میکنه. استفاده از سامان بتیسیان. خوبات نمیرسه. خوبات نمیرسه. یا چی دستگیری میکنه. میام پایین کار نمیکنه. میام پایین کار نمیکنه. کارت داریم. کارت داریم. خودی کارت را میپرسیم. خودی کارت را میتین تو. میکنه باشه در همین کارت دستگیری کنیم. در همین کارت دستگیری کنیم. ما برادرای اهل اسلام کدام میتونه یاردم کنه. کدام چانس میتونه یاردم کنه. من نمیشه. عجیلش برو یاردم کنه. در خونه 24 بیمار داریم. چند تا معیوب داریم. 3 ماه دیگه در خونه داریم بو. آدم با ناموس یاردم میکنه. گپ زدن آزاد. گاوزن. گاوزن. چی دیلی که دوی چی سری داری گاوزن میشد. چی در دل داری گپ زدن که آزاد. دیگه گاوزن نمیتونه.